طفل 5 ماهه تاجیک را ماموران میلیسه روسیه همین گونه از مادرش جدا کردند و یک روز بعد جسدش را برگردانیدند. لینا اوسیپова ساکن شهر سنت پتربورگ فاجعه بزرگ مادر تاجیک را چنین تصویر کرده است. او میگوید قابل تصور نیست که در زمان آسایشته در روسیه طفلی را از مادر به زور بگیرند و تن بیجانش را برگردانند. لینا اوسیپова این نقاشیش را به یک گردهمایی اعتراضی به سنت پتربورگ آورد. گردهمایی شام 13 اکتبر در میدان مرسوه برگزار شد و حدوداً 30 نفر شرکتداران آن تحقیق عادلانه مرگ عمرعلی نظرов طفل تاجیکی را طلب کردند که سوالهای بجواب درباره مرگ او خیلی زیاد است. در شعارهای گردی هم آمدگان گفته شده است که مفتشان اگر نام قاتلان را نگویند خودشان شریک جنایت می شوند. تعداد شرکتداران گردی همایی تقریباً 30 نفر بود و آنها از بی‌اعتنایی به تحقیق پرونده مرگ طفل تاجیک گفتند. گویا هیچ قانونی را پایمال نکردند. همه چیز خوب است. فقط طفل نیست. یکی از مهاجران انگشت شماری تاجیک که به گردی همایی آمده بود به رادیوی آزادی گفت که به سرنوشت عمرعلی بی تفاوت نبود، برای همین ضرور دانست که در گردی همایی شرکت کند. اول اینکه او تاجیک بود و من هم تاجیک هستم و برای من حضور در اینجا بسیار مهم است. برای همین به اینجا آمدم. مادر عمرعلی نظرов را روز 13 اکتبر سال 2015 ماموران میلیسه شهر سنت پتربورگ با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و فرزند 5 ماهه‌اش را از دستش گرفتند. بعد چند ساعت نگهبانی در یک شعبه میلیسه او را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را برگرداندند. بعداً مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظرов بر اثر سرماخوردگی فوتیده است و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این خود زرینه یونوسووا را که عمرعلی اولین و تنها فرزندش بود از روسیه اخراج کردند.